السلام علیکم یارو دوستان محترم هواداری کانال و خصوصا مردم دهقان که میگویند که زمین زر دهقان زرگر که امروز قرار دارم من در یکی از خواجگی دهقانی سید عمری ناحیه مسجد جماعت مسجد کلخوز زرافشان دوستو نزد اکای عبدالغفور که یکی از دهقانان هستند. میخوایم که برای شما نشان دهیم طرز چگونه کاشتن خربوزه یا اینکه تربوزه پتکلیونکا. امروز 27 مارت است. الان ماه مارت هم برآمده، موسم کشت و کار سر شده است. حاضر باشد از مصلحت های مفید اکای عبدالغفور پرسان میشیم تا اینکه بسیاری مردم و دهقان است اما شخصیتی که همین طرز دهقانی را نمیدانند یا که نمیتوانند از این خیلی دهقانا تجربه هاشون آموخته امیدوار هستیم که فراوانی حاصل فراوان به دست میارند. دوستو خیر السلام علیکم اکای عبدالغفور، تینجت خوبه؟ کسب کارات و برکت خداوند در دهقاناتون خداوند برکات عطا کند که ماه رمضان است و این ماه رمضان با موسم کشت کار برابر همین اومده ایستاده است. شما با گشایش کار خواهان هستم. از همین تجربهاتون برای دهقانایی که همین کار تجربه کردگی نیستن میخوان تجربه کنن همون خیلی درس های مفید برای همین مردم دهقانی نو دهقان ها بویم یا اینکه بعضا دهقان ها هستن نه اونقدر تجربه دارن از این تجربه بوی خود برای ما یک بیان میکرده. سلام علیکم دوستان عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی زمینی ما 90 ساعتی خواجگی دهقانی سید عمر این ولایت سوق ناحیه مسجد ناحیه مسجد چسکی یک زرافشان خواجگی دهقانی سید عمر. ما شما نشان میتین طرز کاریدن خربوزه پتلیان کرد. تخمه که از جمهوری ازبکستان آوردگی ما این تخمه خربوزه سرخ کاکل میگیم با همون تور بویش خربوزه سرخ تورش تور میبندد رنگ همون چگون رنگ همی رسپونه میبافید که همی ایستاد میشه. من شما طرز کاریدنی نشان میتونم چه میکارید. اول خدا خواهد تراکتور میبرید شدگار میکنید زمین سو ترماغ مای نویبر بعد زمین به انفاس میشه تراکتور شدگار میکنید گکتارش به 10 لینگه انفاس میچوشید بعد شدگار میکنید حرکت میکنید که دین شدگارتون مال گاو ندارد زمین سخت نشود میدید. بعد خدا خواهد مای مرد شد هواش نیو کرده وای میکنید چیگون چیزی میبرید تراکتور همون راست همون جوباره خط میکشه راست هر یک جوباره خط میکشه یعنی پشتی ها 4.20 میگرد این جوبار تا اون جوبار 4.20 بینش تازه 3.60 میمونه دیگه تازه بعد جوباره کشیده خدا خواهد بعد همین خیلی جوباره گرابل میکنه یک یکون خیلی کلوخ مایده وای نباشه زمین باید هم خیلی ملایم شود همین ایستاده کنیم زمین باید هم خیلی ملایم شود زمین باید تیار باشد ده و کاشتن خربوزه زمین باید نمش نباشد لای نباشد زمین قاق باشد اونی هم خیلی گرابل میکنه زمین گرابل کرده میفره پال نه زمین ده همین ایستاده دارم پال نه گرابل کرده زمین همین 90 ساعتی همش گرابل کردگی سانی خدا خواهد بعدی گرابل کردن اونی کلیان کرد تخم تر میکنه تخم 2 سوتکه میسته تخم 2 سوتکه تر میشد تخم 2 سوتکه تر میشد و 1 سوتکه نیم سوتکه و در کار نیست 2 سوتکه میشد تخم تر میکنه سانی بعدی جوبا راست کردن کلنگتی کلند میگره این رولتکه سری 60 سانتی متر نمیشه 60 مال زیاد بیاد کم نبیاد نه 60 سانتی متر سری 60 سانتی متر هم خیلی بوکت روز میکنه من بوکت
یه بار زدم خیلی زده برفتن میگیره. شاس بیاد، شاس زیاد بیاد کم میزنم که میزنه. این چوخوری جوی چقدر باید باشد برای پتکیلونگ؟ چقدر چوخور باشد اما قوای چیزگم یه بار چقدر باشد اما خزور من همین باید همین زمین بزنه اما پی بکید و باید 40-50 سانتی متر باید همین چوب دور آدنه. یک دو لیکن نکم از 40 سانتی متر باید یک وجه دو وجه بایده همین زمین باید ملایمیش چون که باید ریشه باید کار کنه اگر سخت باشد یا لای باشد باید تابستان پوچی ریشه میشه خربزه باید زمین 100% رو باید جا بچیخ میکنه نه او باید ریشه باید خودش دو وجه همیده سونی باید باید میکنه خیلی آبت میکنه ما باید باران گوش نمیدونه باید چیز خدا داده باران خبرم چیز نغزه ما تجربه ما آبت همه خیلی بکید با یک کبلش رو یک دو سه تا بکید میریزه یک کبلش ها؟ کبلش پراسه یک دو سه تا یک کبلش رو یک دو یعنی شما به نمی همون ترکردگی و اینچه نمی خوقتی باوری نمیکنه؟ نه باید حتما آب ریخته شود؟ آب ریخته شود همین تخ دو سوت ترکردگی باور نکنید دو سوت ترکردگی باید ورم کاری باشه نه مغزش دیده نه ورم کاری уже تیار شدگی یه ورم کاری خربوزه تخمش ورم کاری سانی وقت تخم میپرته یک تا بوکیت بایکو آب تکشین میشد یا آب تکشین شد خدا خواهد بعد همین 3 دانه میگیردم که 3 دانه حرکت میکنه نولش پایین میبیاد طرف زمین بایکو چون که این پایین میقپد حرکت کنه تخم این فوکش بالا نمیبیاد پایین میبیاد یکی از نازکی هایش هم؟ نه دیدید می؟ تخم باید هم که چسب بده پایین میزنه تاش خودش میچسبه 3 تا 3 دانه زیاد میرن یک دو دیسته دیدن سه تا سه تا بسیار در کار نیستیم 3 تا نرمال نه تخم اگر ناز باشد 2 تا میشه مقصد 3 تا برای احتیاط ها؟ خاک خودش уже 3 روز گرمی دیننگی دیده 32 گراد خاک уже چسبیدگی فقط کلیونکی محکم میکنیم یه هفته بروندو خود ردش خدا خود طور سالی دانی بیره میمونیم بالاش رو چقدر خاک میپرده بالاش رو که خاک سیده کن میگریم که نه خاک سیده همین 1 سانتی متر ای زیاد بسیار در کار نیست خربز فرقش نیست 1 سانتی متر خاک هم خیلی میگره نه 1 سانتی متر خاک دیده چه خیلی باشه دیگه 1 سانتی متر هم خاک میپرتیم بسیار در کار نیست تخم مختاتون پرتید و مردی کار وای کیم چه خیلی میپرتید بولاش چقدر خوب میپرتید تخم میپرتید بولاش خوب یعنی که حرکت نید که خودتان اگر زمینه کلان داشته باشید
همون کسانی که تخم میگذارند و خاک میمونند آدمای باورناک باشن که نه خاکی زیاد پرتون نه خاکی کم. وقتی خوش رو میگیرن برای کلیون خوش رو شیشتنده هم. یعنی که بعد از دانه موندن در پهلوش میخواد باید جویک میکشیدن برای سلفان برای همین کلیونکا برای زول خودتون راست کنه زمین ملایم باشد عذاب نکشه. سلفان 1.8 دو در کار نیست. سلفان 1.8 این رولو نکام خیلی نکشه نه دیگه نیم حتی نکشه شو حرکت میکنه که همین سلفان ترنگ استود ترنگ استود؟ ترنگ استود یعنی که سلفان باید کشیده ایستاد ها؟ حرکت میکنه سلفان ترنگ استود یعنی اشتکوات بیل بیل میگرید هم خیلی خوب میپرده سی یعنی 1.5-2 متر خوب میپرده یک آدم هم باشه این کار اگر یک آدم هم کرم میتونی کار وزنی نیست روز چیزون کمتر وقت میگیره میکنی سوانی بیخته که و پرته خاک خریج راکو میکنه که خاک میپرده دو بکنه همیشه خاک میپرده نرمال خاک میپرده شمال شده اگر نبردارده بعد از اون که هم خیلی بعضی جا برای سلفان جا و جا کردن خاک مونه با پرگی از دو طرف همین سلفان بکت باید در پسی بیاد دیده باید من خشون خود من نشون میتیم سانی باینش بایکو باین وقتی باید دو طرف خوک پرتوز که دو طرف ترنگ نیستو باینش خوک سیده کنه این هوا گرم شود سلفان خودش فرامده از این میچسبد میچسبد گرده خوک میرزه نمکه این خوک میرزه مقصد سلفان نبردارد علف عطاب رومدگی میمورد بعد من چی میگفتم باید زمین دیگه این باید در پستی بیاد این خربزی گردی در هوا بیاد 5 سانتیمتر این از این تا کلیونکر 5-6 سانتیمتر باید شود چون که وقتی خربزی میبرود این میبرود خربزی خدا خواهد وقتی بروم سلفام نرسد یا بعض آدمو زیچ میکره میبرود میرسد میسوزه این باید 5-6 سانتیمتر باید باشه اگر هوا خنک باشد اگر چکرتر کوره چکرتر باشد که اگر هوا پس بیاد شکاف نمیکنه تیگه باید میستو تیگه گرمه ندیده نیا کنه کدامش باشد چکر کردی وقتی ما آب ریختیم که وای آب چیگوم اتا میتیاد بالا بود سلفا میزد عبرت پای میره سنگ بارون میبرد که همیستو 100% میبرد یا خدا انشاءالله دیده اوزه اسپرین شدی سلام حالا گرمی تاثیرش هست نیا کنه اوزه سلفان چخش اوزه بعد 2 ساعت بید اوزه آب این تا بالا میبرد
میزنه میچکه بولش بابا حرکت کنه دیر تیموس همی تلفن زمین بخور ورده هوا بنده بیارم یعنی ما کم تر وایش دیگی چگو موضوع کم تر وایش دیگی کم تر هوا بهای حرکت کنه تلفن زمین چون که جوبور ما بسیار پهمه گرفتیم ما جوبور چقدر بیاد همه فایده ایده اپتیکش سر میته اپتیکش میره همون ریشه و پایین میرد خودش نم کفته میره همون آب بسیار در کارم نیست اما آب میریزیم که این زمین همون پاس بسیار رختیه اما آب خودش روی دوز میتیه تابستان گرم میشه توقع میکنه این دوستو برای شما یک لحظه از همین کشت و کار دهقان ها طرز شیناندنی خربوزه که تربوزه پتکیلانکه بود خدا خواهد ما مرحله به مرحله با همین اکای عبدالغفار مصلحت کردگی هستیم که یک نوار مفید برای دهقان‌های در آینده میکردی یا اینکه دهقانایی که تجربهشون کم است همین گونه تجربه رو می آموزانیم. این بود اولین درسی و ما گوییم یکی ما برای طرز شنیدن تربوزه پتکیلانکه خدا خواهد با دیگه یه هفته این 27 ماه چندم امروز 27 ما خدا خواهد با بعد چند روز خربوزه میبرد با نشون میدیم که برامدن چه شکاف کردن همش نشون میدیم ان شاء الله خدا خواهد نصیب باشه دیگه خیر مردم دعاگو باشه در حق این دهقان در کسب و کارش و اینچنین کسی که همین دهقانی میکنه اصیل است دهقان اصیل است کسب و کار همشون برکت. ویدیو ما اگر به شما پسند آید حتما فکر و اندیشه نیک خود در زیر کامنتاری ها میگذارید دوستو با ما خدا خواهد من بعد کارش که میشد با همین اکو مصلحت کرده برای شما یک به مرحله نشون میدیم تا وقتی پخته رسیدنی خربوزه باقی سربلند خانواده باشه.